پیام تسلیت مارشال عبدالرشید دوستم به شهادت اسماعیل هنیه. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چنل کابل وایس. تقاضا می نماییم که تا آخرین خبر با ما همراه بوده و چنل ما را سابسکرایب نمایید. مارشال عبدالرشید دوستم در برگه توییتر خود می نویسد: متاسفانه صبح امروز اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در تهران به شهادت رسید. این رویداد که بالنفسه رویداد هراس افغانانه و تروریستی است، از هر نظر قابل نکوهش و مردود است. بدون تردید که اسرائیل در کنار انجام جنایات متعدد بشری در فلسطین در این قضیه نیز دخیل است. ضمن ابراز همدردی مردم افغانستان با این رویداد حزنبار، جنبش اسلامی افغانستان از این رویداد متأثر شده است و مراتب تسلیت خویش را به ملت مظلوم فلسطین و خانواده شهید هنیه ابراز داشته یاد شهدای مظلوم فلسطین را گرامی می‌داریم. با تشکر از اینکه تا آخرین خبر با ما همراه بودید. جهت حمایت کانال یوتیوب کابل وایس را سابسکرایب نمایید. تا خبرهای دیگر الله یار و مددگارتان.